ماشینا میریشن خیلی ترسی باید پول رو میگی میدن خیلی نمایی خیلی نه باید چی شو بده ساکت باشید گل حرکات چی معنی میده؟ کی نمیشه؟ خوش آمد سلام مونده نباشید سلامت باشید سلام مونده نباشید سلامت باشید بیشتر داری چوی نباشید بیریم پس میده چی؟ وقتی کنید ایستادی تصویر را مشاهده میکنید شغل جام هست بگیده بگیشت آدم نفهمی بوده که بگید گوسفند درک نمیشه یک گوسفند اشتهای خوب سگو بودم که در همین بگذارم هست یاد هر کمی 10 میلیون 8 کیلومتر چی میشه بعد اینا بودم که 10 میلیارد گوسفندی اینجا که یک گوسفند زمان هست دقیقا 10 کیلو 8 کیلو 10 کیلو شد شما سید کنید از اون یک داره درسته سید کنید من کاملا پس کنید چون پس کنید
کسی که علفار هم باشه آسمانات بشون روی سبیلی کسی که علفار باشه یعنی که گوشتا رو میگی بچینه میفهمه که این چندی درجه با مالی برد خلیفه خب این که ما باشه لیتر کنم نکنم این میده کنم نه اول باشه وقتشون هر چی که میدن اگه 10 کیلو شد تو 8 کیلو اگه 8 کیلو شد تو 8 کیلو این به خارج بدی زن بچه که نگاه چه کار میکنه اگه چیزی ناراحت شد برو که ما یک روز خوشی و از تو شیطونه دیدیم با عمره که شما بیایم یک ساعتی به گوش آردی بیدیم ما برای کمی گوش دارم من برای کمکی مسلمان بیام برای شما و زن شما که بیاید کمی بر مسخره کنه گناه نمونه من بیسه تو زن خود ری میکنی که برو گوشت بخر که من میمون دارم ما برو به قبرستون به خارج تو با جنان اینجا به من دلیل و دلایل ری میکنی چی مسئله بابا زن تو مید یک ساعت سود بیام بشینی درا بشینی شال خودم ما این ورد داره آقای رسال ما این ست کنیم بیاین دیگه برادرم اختیار میکنم فان ایکس خود بش میکشید برادران دوستان کار ما و شما آستاسته میته پیشرفت میکنه انشالله انا فقط یک کمکی بابت مشتری و بابت گپ سخنا ما و شما باید کمک اجیر باشید بفهمیدید که یک بار بیایی نمیشینیم شما یا مصادقه میرویس بیایی شما بشینیم میرویس کو چیزه دیگه میرویس من چیزم نماینده رئیس دارم دفتر حکومش کنه چوب کنه ما خب من اینجا خود بگیر خدا کنه میرویس توی بیایه دل چینی بخواه چی میرویس وقتی تو نی تو آماده کن خود آماده کن سه کنی همین که عجله و کامره عجله و باش کامره کمی اکیدی ترمونجی باشن آقای رسال میزد زاره شما اجی سه بیم بیاد موبل بشین هر کدوم شما تک دروازه جالی چای خورم مگه پک تیر کنی که بره سیدما سیدما برای من این مسلمان ها شاید کار داشته باشم شاید چیز داشته باشم سلام خیلی خوشحال شدیم از شما دونست رئیسه برز نگیریم اینا میمونا خاص مانم هیچ مشکل بفرمایید خواهش میکنم وای میکنم سیدم تو فعلا میگی بر بشینی سیدم به کنار اینا دوستان برادران جلسه فعلا ختم شد خوب شد که بیامانی که باور کنیم اینا مرد سرمرد چوری هر چی که من میگم غیر از اینکه اسم شریف شما پردیس جان دیگه چیزی شمسی لالا جامگول که اصلا هم تک شروع کرده تحصیل نمیکنه جمگل لیشتیم لالا جمگل لیشتیم تازه گل بگیر از اول جلسه شروع میشه جلسه اینا که میایم لالا تازه گل ولی اول جلسه بریم ولی اینو میگم ما بگیم تا چرا بسر خود کامودیم یا این دو نفر ما سیدمت کنیم از شما سه نفر که نزدیک بسیار رئیس معایر کنید بدون هست ما شما بگیم یعنی شما سه نفر واسطه به رئیس کم نزدیک این سکانس اول بعدی اول جلسه شروع میشه باشه جلسه شروع شما 200 نفر 5 نفر چرا شما هر مشکلی که کارا به دست ما شما هدایت بدیم رئیس ما به خدمت شما من مشکل دیگه هدایتی ندارم خود شما هم از خود رئیس هم شما فهمیدیم هم شما شکر هوشیارین با سواد پیشرفته دیگه دیالوگ اول که گفتم همینه دیگه رسید رو شش دیدی نمیدونم چی؟ باشه بچه برسه اول ما جلسه شروع کنیم تو بیا فکر کو بیا مدی چی رقم خوشحال سلام علیکم
میگرفتی پوست زره آفرین سلام علیکم به دستای گل امروز واقعا من خوشحالم به خاطر از اینکه خوش رئیس صاحب کارمون رونق دارید یک کدوم شما میگید کاکا این قسمت این بچه که رئیس شما میگید رئیس صاحب اینا یعنی فکر کنید به دفتر که این جلسه باشه کسی سر خوب بالا سر خود نمیشه این طوری میاد بابا زن شما بله شک کنید این چی خبره گرد دار زودتر خیر بینیم زودتر خیر خب بگیریم الان شروع شد برادرها پشت سر دیگه خیر بینی قبل نزنیم خب به این قسمت که رسیدی همون سلام علیکم همون دیالوگ اصلی خود بگو ما میشه